حاضر من با شما نمود دیگری پیوند یعنی پیوند اسکنا پیوند یا که کنده پیوند رو برای شما نشون میدیم. برای این پیوند رو سر کردن سر اول با ما چنین اسباب‌ها لازم است. آریتیز، قایچی توکبوری، کردی پیوندی و برای کافوندنی بین کنده مخصوص کارچه‌ها لازم است. پس از وی ما با در کار دو ناتی یخیله که ما اون رو پیوند میگذارونیم با تنه درخت. پیش از پیوند رو سر کردن ما تنه درخت رو باید ما پاک کردنمون در کار، تازه کردنمون در کار از چنگ و خاک. پس از پاک کرده شدن ما از بلندی روی زمین یک 4-5 سانتی متر مونده درخت رو نهال رو میبریم. پس از برده شدن ما باید تنه بالای برده شده نهال رو باید از زخمی اره تازه کرد. تنه نهال تیار شد. اکنون ما باید اون رو کافونیم. در وقت کافوندن باید ما احتیاط شویم که تا آخری نهاله تا تاگه نهاله نکافد. ما نهال رو تنه نهال رو کافوندیم. اکنون ما باید قلمچه رو تیار کنیم. قلمچه رو ما باید از دو طرفش تیز کنیم. دویمش رو این چونین دوسته همیشه تیز کردن لازم. برای پیوند کردن اسکنا ناتها از 2 تا 3 چشمک موندن کفایه است. من دو قلمچه با ما تیار شد. اکنون ما با کورد یا اسکنا تنه کنده را ما باید جدا کنیم. دو طرف جدا میکنیم که حالا تا که ما قلمچه تیار کرده را با اونجا گذاریم. قلمچه را در تنه کنده جای کردیم. وقتی جای کردن باید پوست با پوست راست آمدنش در کرد. اگر پوستی پیوند قلمچه پیوند کردن بکردگی از تنه کنده بالا باشد این علاقه پیوند رو ما خطا کردیم. یعنی پیوند ما نمیگیرد، قبول نمیشود. اکنون ما قلمچه دوم رو گرفته با اونجا جا میکنیم. مانا پیوند ما تیار. اکنون ما باید جای بردگمان رو باید بستنمون در کار. برای این لازم است لخته برای که بین اون جایی که ما بریدیم مخصوص خمیره باقی است. البته این خمیره باقی در همه جا یخ می شود. ما می توانیم با پلانکای اتیلینی جای زخم رو محکم کنیم تا که با اونجا هر چیزی که چیرکو بها جای نشوند. چیرکو لای خوب جای نشود، جایگیر نشود. اکنون ما می توانیم با لطه عادی جای پیوند رو سخت کرده میبندیم. گرد به گرد توپ داده میبندیم. بله. پس از اون با لطه تنه نهال رو کنده رو سخت میبندیم. قسم اضافه لطه رو ما میتونیم برده پرداختیم. این لطه تا دوری نشونمو چشمکو سبزده برامدنه این میستد. تا که نوده ها از چشمکو بیدار شده نوده میتید تا 40-50 سانتی متر بودنه این لطه ها میستد. پس از اون ما میتوانیم لطه رو آیسته کنده گرفته پرداختیم. ما پیوندی اسکنا رو تمام کردیم. یعنی کنده پیوند همین خیلی باید تا رو نمود رو گرفتنش در کار است. این نمودی پیوند در یک سال یک مرتبه گذراندن ممکن است. تنها در ماه آخرای فوریه یا اولای مارس تا آنکه چشمک‌ها بیدار نشدن این پیوند رو گذراندن ممکن است. این نمودی پیوند رو ما میتوانیم در ماه‌های مارس یا
апрел ҳам гузарондан мумкин. Танҳо дар он вақте ки мо натҳоро дар яхдон ҷой карда тайёр карда монда бошем. Барои он ки дар яхдон ин чашмакҳо бедор намешаванд, ин искани пайвандро дар моҳи март ҳам дар моҳи апрел ҳам гузарондан мумкин аст.